چه خوشگله چنل. امیدوارم حالتون عالی باشه. یکی از ایونت ها که اومده اینه که 150 جم رایگان میده. با اون 150 جم میتونید تریک بزنید و ست بویاه رو رایگان دریافت کنید. و اینم از ایونتشه که بچه این ایونته به یه صورته که فکر کنم هر کی میاری خلاصه باید جم داشته باشه، 100 تا جم داشته باشه بعدش بیاری. ببینید بچه ها 10 تا کارت اینکیو میده و 150 تا جم میده که همونطور از سامنیل که فهمیدید به این صورته. ببینید بچه ها من بخوام اینطوری بکنم باید 100 جم زده باشم. وقتی زدم یه ویدیو رو شورت میکنم واسه تون، میگم به چه طریقی اومدم اینو گرفتم. چون میخوام یه کاری انجام بدم تا این 150 جم رو دریافت کنم. بعدش اون ویدیو رو واسه تون شورت میکنم و میگم به چه صورته. ببینید بچه ها اینجا میزنید چه میگه هیچی، اصلا هیچی. ببینید بچه ها من الان 0 جم روی اکانتم. آره ببینید یکی مثلا کد داره دیگه. من الان لیدر خودم یه دونه کد داره، اون کدش هم نمیدونم از کجا میاد. اینجا زدی دیگه. ببینید بچه اگر بتونم اینو واسه تون ترجمهش میکنم. گفته اضافه add top up via friend list code، یعنی باید کدتون رو بزنن بعدش وارد اینجا بشن. نمیتونی خودت واردش کنی، پس به این صورته. ولی کدش هم اگه میدونستم 100 بهتون میگفتم. فکر کنم کد این ورا هست. اگه بتونم کد رو پیدا کنم. خب اینجا بچه به این صورت زده که تقریبا اینطوری اگه تونستین ترجمه کنین و بخونین. بچه من دیگه انگلیسیم زیاد خوب نیست. اینجا نوشته top up watch your friend and get prizes و دیگه بیشتر باید توضیح داد، ولی من آیدی رو نمیدونم از کجا در بیارم. الان ببینید بچه الان در آوردم. ببینید جوین گرپ آپ رو که میزنید اینجا باید کد میزنید. من الان کد ندارم. کریتور رو که میزنید میره میسازه. اکسیت گرپ آپ رو که میزنید کلن هست میشه. و دیگه به این صورته که بهتون گفتم. شاید بچه اون کدی که بالا زده فکر کنم یه لحظه. آره فکر کن آره همونه ها. و نه اون نیست. گفته 29 روز دیگه این ایونت میره و بچه به زور میخوام این ایونت رو بگیرم. اگه نگیرم یعنی خراب کردم. و بچه دیگه خلاصه یه لحظه بچه میخوام زیاد درباره این توضیح بدم و توضیح هم خواهم داد. ببینید بچه ها این ایونت که همونطور میگه جم میده، یه ایونت دیگه اومده که میخوام الان بهتون بگم. یه لحظه یه چی اومده بود 100 میدونه. یه چی اومده بود این بود بچه الان میره تو سایت. آره میدونستم میره. الان میره عدد مكافآت رمضان المجانية هنا. هذه المكافآت متاحة الآن في حدثنا الجديد
داخل علامة تبويب الحدث. فيلق رمضان. بالنسبة لأولئك الذين كانوا يلعبون لعبة فري فاير بنشاط، يمكنك إما أن تصبح قائدا أو عضوا في هذا الحدث. ومع ذلك بالنسبة لأولئك الجدد في اللعبة أو الذين لم يلعبوا اللعبة منذ فترة، يمكنهم فقط اختيار أن يكونوا أعضاء. كقائد سيكون لديك القدرة على اختيار أعضاء فريقك لتأمين الفوز من خلال مشاركة باید اونجا کد کپی رمزك أو حتى نشر فريقك لأعضاء عشوائيين يبحثون عن فريق. ستتمكن أيضا من طرد اللاعبين الذين لا يساهمون في نجاح الفريق. بينما بالنسبة للأعضاء ستتمكن من اختيار أي فريق من خلال صفحة الانضمام إلى الفريق أو وضع رمز يشاركه صديقك. هناك نوعان من النقاط المهمة في هذا الحدث: النقاط الشخصية ونقاط الفريق. النقاط الشخصية هي نقاطك الفردية المكتسبة في اللعبة، يمكنك جمعها عن طريق إكمال المهام أو ببساطة عن طريق لعب فري فاير في أي وضع كلما طالت مدة لعبك. ببین بچه فکر کنم متوجه شدم. اگه بخواین این مکسه اونا رو بگیرین، یه لحظه بازی رو بیارم بالا. بازی اومد بالا. نه از اینجا برو کلا من اینو بالا میارم. یه لحظه خب وارد فری فایر شد بچه. همونطور که داشتم بهتون میگفتم میکروفون و یادم رفت میکروفون و هدفون یا همون هدست خریدم واسه اینکه زودی قرار تجهیزات رو کامل کنم و خودم رو نشون بدم. و از همین میدونم قبلی من سوژم گذاشته بودم دیگه. بچه ما الان 1000 تا سابسکرایبر داریم. تو رو خدا ساب کنید. دیگه بچه ها اون طرز فهمیدم و الان نمیدونم از کجا میده. یه لحظه تلویزیون نه رو تو سایت داشت نه رو تو سایت. بچه هی میره تو سایت قرار نبودیم سایت رمضان سکه. بچه متوجه نمیشم چرا میری داخل اینجا. بچه این سایتیه و 3 تا بویاه داریم که میدونید اومده داخل بازی. واقعا خوشم میاد. تو رو خود 3 تا باش یخشو باش یخش سنگ هم میده نمیدونم. کارت اینکو هم میده. بچه قرار این دیگهشو بذاریم بگیریم. ولی ببخشید که دیگه دیر میگیریم. ما واقعا این کاتانا هم میگیریم و اد نده و دیگه همین. خدا حافظ.